فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی پرسیدن که دعای مرگ کردن صحیح می باشد یا از دیگری بخواهیم که برای من آرزو کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد اینکه انسان آرزوی مرگ رو داشته باشد، این صفت یک مسلمان نیست. مسلمان همیشه امیدوار هست به الله متعال و هر مسلمانی باید دعای طول عمر برای خودش بکند و حسن خاتمه. طول عمر همراه با عمل صالح و حسن خاتمه ای که الله متعال به همه مسلمانان انشاءالله نصیب بفرماید. و این دنیا همان گونه که همه میدانیم مزرعه آخرت هست، یعنی یک زمینه هست که ما در دنیا اومدیم به خاطر این که آخرت خودمان را و قیامت خودمان را آباد بکنیم. اگر کسی دعا بکند که الله متعال مرگش را در واقع زمانش را برساند، به این معنی هست که دعا کرده که اعمال صالحش کمتر بشود و این فرصت از اون گرفته بشود. بدین خاطر ما میبینیم که در روایاتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم چندین روایت هست که به صورت کلی دعای مرگ و طلب مرگ کردن برای خود را در واقع رسول الله صلی الله علیه و سلم ممنوع قرار دادند. روایتی هست در صحیح مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا یتمنى احدکم الموت ولا یدعو به قبل ان یأتیه. هیچ کسی از شما مبادا برای خودش دعای مرگ بکند و تمنای مرگ را داشته باشد قبل از این که مرگ برسد. نه چنین دعایی بکند که الله متعال به اون مرگ بدهد و نه دعا بکند که تمنا بکند که کاش که مرگ من امروز فرا میرسید و از دنیا میرفتم. و به همین دلیل هست که رسول الله در ادامه روایت میفرماند که انه اذا مات احدکم انقطع عمله و انه لا یزید المؤمن عمره الا خیرا. و وقتی که انسان میمیرد اجلش تمام میشود، عمرش به پایان میرسد. طولانی بودن عمر برای مؤمن چیزی ندارد به جز خیر. هرچند انسان بیشتر زنده بماند قطعا ثواب بیشتری رو انجام میدهد، فرصت بیشتری رو دارد برای انجام اطاعات و فرصت طولانی تری رو دارد برای انجام توبه و طلب استغفار از الله متعال. و همچنین در روایت دیگری از صحیح بخاری هم اومده که لا یتمنین احدکم الموت. هیچ کس از شما مرگ رو تمنا نکنید، آرزو نکنید، زیرا که از دو حال خالی نیست. یا انسان نیکوکار هست، محسن هست، یا اینکه بدکار و گناهکار است. اما محسنا فلعله ان یزداد. یا اینکه انسان مؤمن هست، مسلمان هست و محسن و نیکوکار هست که لعله ان یزداد، شاید این نیکی‌هایش و خوبی‌هایش اضافه بشود. و اما مسیئا فلعله ان یستعتب. یا این که گناهکار هست، گناهی رو انجام داده، چه بسا که الله متعال بهش فرصتی رو عنایت بکنه که توبه بکند و طلب مغفرت و عذرخواهی بکند از الله متعال. و واقعا یک اتفاق جالبی افتاد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، گرچه یک مقدار شاید طولانی بشود این پاسخ. دو نفر اومدند از یک قبیله در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر دوتا مسلمان شدند، با هم مسلمان شدند. از یک قبیله از اطراف مدینه آمدند محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر دوتاشون مسلمان شدند. و بعد از اندکی و چند ماهی که گذشت یا یک سالی رفتن به جهاد، یکی از اون دو نفر شهید شد. و اون نفر دوم یک سال دیگه عمر کرد. قبلا شهید شده بود یکی از اون دوتا و یک نفرشون عمرش طولانی تر بود، تقریبا یک سال دیگر زنده بود. یک روز یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر اشتباه نکنم ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه، در خواب دیدند که اون کسی که شهید نشده به مرگ طبیعی مرده، قبل از شهید وارد بهشت شده. اینجا تعجب بود برای همه که اون فرد اولی شهید شده، در جنگ رفته، جهاد کرده، مبارزه و در رکاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و جان خودش را در راه الله متعال داده. چگونه ممکن هست که این نفر بعدی که به مرگ طبیعی مرده و هر دوتا با هم مسلمان شدن، این نفر دومی قبل از اون شهید به بهشت برود؟ آمدند و این خواب را خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم مطرح کردند. ایشان فرمودند که بله، این جای تعجبی ندارد. یک سال کامل این نفر دوم زنده بوده
شما حساب بکنید در این یک سال چه اندازه نماز خونده، روزه گرفته، کارهای خیری را انجام داده. پس بنابراین هر چند که الله متعال به ما فرصت بدهد عمر ما طولانی بشود، بدین معنی هست که فرصت خیری برای ما بیشتر هست و اعمال صالحی بیشتری رو میتونیم انجام بدیم. و بنابر تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر مسیء و بدکار هم باشیم، این فرصت برای توبه نزد ما هست. منتها چه بسا که انسان‌هایی در زندگانی خودشون دچار مشکلات میشوند، دچار مصائب میشوند، افسرده میشوند و شاید گمان میکنند که به آخر خط رسیدند و هیچ امیدی رو ندارند. انسان به هیچ عنوان نباید ناامید باشد از زندگی و از رحمت الله متعال. قطعا هر سختی و هر مشقتی، مصیبتی، این خودش یک سکوی پرتابی هست و یک سکویی هست و یک ابزاری هست برای موفقیت‌های بعدی و درسی هست و تجربه‌ای هست برای انسان در مسیر زندگی و در مسیر دیانت خودش. بالفرض اگر کسی به جایی رسید که میخواد آرزوی مرگ بکند، در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه یک مورد خاصی اومده. دعا نکند که یا الله مرگ مرا در واقع فرا برسان یا مرا از دنیا ببر. در حدیث متفق علیه هست، حدیث بخاری و مسلم هست که انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابه. هیچ کسی از شما به خاطر مصیبتی که به اون رسیده تمنای مرگ و آرزوی مرگ نکند. فإن کان لابد، اگر چاری نداشت، به اندازه اندوهگین بود، ناراحت بود و تحملش در واقع به پایان رسیده بود که میخواد تمنای مرگ بکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فإن کان لابد فاعلا، اگر قطعا چاری نداره جز آرزوی مرگ، فلیقل، این گونه دعا بکند، این دعا را بکند، نه اینکه آرزوی مرگ بکند. اللهم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی. پروردگارا تا زمانی که زندگی برای من مناسب تر هست و خوب هست، مرا زنده نگه دار. و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، و زمانی که وفات برای من بهتر باشه من از دنیا ببر. این دعا رو بخونن و بهترین دعایی هست و هم بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردن و توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو اجرا کردن و هم این که از اون ممنوعیت و محظوریت شرعی که ممنوعیت وارد شده در واقع پرهیز کردن. اللهم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. پروردگار خودت میدانی اگر زندگی برای من بهتر هست، مفیدتر هست، مرا عمر طولانی نصیب بکن و اگر مرگ برای من بهتر هست، مرگ مرا فرا برسان. این بر بگردانند به مشیت الله متعال. ای خدا هر چی شما میخواهی و هر چی مورد صلاح ما هست اونو برای ما مقدر بکن. اما اینکه انسان بیاید و عملا تقاضای مرگ بکند که پروردگار مرا بکش و مرا از دنیا ببر، این عمل از دیدگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم ممنوع هست و یک نوع محظوریت شرعی در این زمینه وجود دارد.